من اینجا به سیخ کشیدم دیدم ببین بچه ها امشب همبرگر پزی داریم، جاتون خالی باشه. چه زغالی خدا وکیلی، جای همه خالی. جوجه گرفته بودم، بعد کتف و بالی که گرفته بودم از این بسته بندیه، یعنی تمدار شده بود. بعد بیار ناکن، حتی سیخام هم حاضر کرده بودم، یعنی اومدم بساتو چیدم و نشستم پای فوتبال آلمان پرتغال و اینا، نشستم تخمه شکستم و دوغ خوردم و فلان. آره بعد موقعش که حالا جوجه چیزا هم گذاشته بودم بیرون، از فریزر گذاشته بودم بیرون، موقعش که بشه، آقایی که شما باشی خانومی که شما باشی، موقعش که رسید آوردم دیدم یخشون باز شده یخ باز شده بود، آوردم اینجا به سیخ کشیدم دیدم ببین یعنی زد همه کاسه کوزه رو به هم ری. خدا وکیلی اینایی که میخرید توی بسته بندیه تقریبا 3-4 روز بیشتر انقضا نداره و من این قضیه رو نمیدونستم. زدم اینترنت دیدم بله 3-4 روز بیشتر انقضا نداره اینا دیگه. هیچی دیگه گیان زد به کاسه کوزمون دیگه. اینجوری که آوردم دیگه، گفتم چاری نیست، ما که نشستیم بذار حداقل یه برگر بیاریم، برگر رو اوکی بکنیم و اینا دیگه، جای شما خالی. بعد چقدر زغال و آتیش و فلان و اینا، نمیدونی چی کارا کردم. گفتم حالا با کتف و بال میزنیم ببین. او گفت بیا دقیقا همینجوری یعنی بود تفاروش میکشت. انداختم بیرون، حتی نذاشتم سگا هم بخورن، میگفتم انداختم تو جو آب ببره اینجوری. به هر حال جاتون خالی. این یه زغالیه که تقریبا میشه گفت حیف شد اینجوری. حالا یه باد بزنیم از بادش لذت ببریم. جاتون خالی آقا.